اگه برات مهمون سرزده اومد یا اینکه یهویی باید بری جایی که میخوای دست خالی نباشی، این کیک کافی شاپیه بی درد سر رو درستش کن که هیچ ظرفی هم کثیف نمیشه. فقط کافیه یه دونه تابه برداری، آرد قنادی و پودر کاکائو که از قبل الک کردی رو توی تابه بریزی. تخم مرغ، روغن مایع، شکر، شیر ولن، بیکینگ پودر و وانیل بهش اضافه کنی. خوب هم بزنی تا همه مواد با هم مخلوط و به این شکل یک دست بشه. اطراف تابه رو هم تمیز و مرتب کن. درب تابه رو هم بذاریش روی حرارت ملایم. خامه و شکلات سکه‌ای رو هم با هم مخلوطش کنید که دستورش رو توی کپشن نوشتم. به این شکل کیکتون رو تست کردید و آماده بود، چند تا سوراخ هم روش ایجاد کنید و گاناش رو روش بریزید و بعد میبینید که در عرض کمتر از نیم ساعت یک کیک پرطرفدار با یه بافت پوک و فوق‌العاده آماده است. لایک و سیو پست ما یادت نره. ممنونم که با بانو همراه بودین. نوش جونتون.